سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه لتس پلی از بازی اویل وست. بازی که ترکیبی از گاداوار 4 و ردد 2. یعنی خودتون بازی کنید میفهمید از چه لحاظ میگم. خیلی گیم خوبیه این گیم، قشنگ ترکیب ترکیب گاداوار و ردد 2. خلاصی یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو هم لایک کنید و نظرتون توی کامنت ها بنویسید. من این تنظیمات و همه چی رو اوکی بکنم. اوکی، نیو گیم بیبی، لیتس گو. چه گرافیکی داره خدا وکیلی. یعنی هر جا رو شما برید ببینید که راجع به اویل وست اومدن ویدیو درست کردن، قشنگ دارن بهتون میگن که ترکیبی از گاداوار و ردد 2. Dark forces have been preying on America. As the اوکی، fight against these vampires continued, a secret از وقتی که organization جنگ has در برابر trained این people ومپایرها with ادامه پیدا remarkable کرد. skills. Secret organization has The trained agent's people. duty is to Agent's protect duty is ordinary protect people from the forces of evil. اوکی، یه وظیفه ایجنت‌ها اینه که از مردم در برابر این شیاطین دفاع کنن. نگاه خدا وکیلی، اصلا انگار خود ردده. به به، چه گرافیکی. خیلی خدا وکیلی گرافیک این گیم خوب بود. اویل وست. شیطان غرب. Arrow said we could trust his source, and the son of a bitch's sources I don't trust. Retirement is doing wonders for your attitude. Retirement is great. It's getting dragged out of it for the great goddamn train heist that chaps my ass. Old Chester's in a chattier mood than your sour ass. Don't worry about the arrow boy. Dynamite's a great conversation starter. اوکی، فکر کنم میخوان جلوی این قطار رو بگیرن. While we're on the dynamite, Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over اوه، his میخوان train این یارو رو cannons. بگیرن. میخوان قطار رو متوقف کنن این یارو رو بگیرن. میگه من میدونم چجوری بمب کار بزنم ادگار. اوکی، cannot download. میخوان تو رو بهتره کنن. پشما. حاجی شیت. Yeah. Arrow's not gonna be happy about the bridge. Arrow could suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look-see. I go high. بیا بریم یه نگاهی بندازیم. من از بالا میام. حاجی گرافیکو. Nah, it's not that bad. حاجی نمیترسی؟ پشمام. او مای گاد، هنوز داره میتره که. یا ابوالفضل. وای چجوری میتونی بپری؟ اصلا چجوری میتونی این بغل راه بری؟ اوکی، با السه میدوه. Let's give it a try. پشمام. What's that? بندیت. اوه You smell that? اولین شیطان بازی. به به. اوکی، با چی بزنم؟ یک پانچ اوی. آها، اوکی. بسم الله. آجی نگاه خود گاداوار قشنگ.
آجی خود گاداواره. All dead. همه مردن. Better make all this worth our time, Chester. یه بهتره ارزش وقتمون رو داشته باشه چستر. چستر همون یارو بود که توی چیز بود. اوکی بریم بپریم بزنیم. او مای گاد پشما آجی. چجوری میشینه؟ با آرسل اگد میزنه. بارگام شو. آجی من چرا یادم میره با چی جا خالی بدم. ای وای بابا بی شعور. دایره جون میزنه. با چی میشینی؟ میشه بفهمم با چی میشینی؟ نمیری الان اینجا. خب آها باید ضبطه رو بزنم چون زنجیر بود. آهنگو آجی آهنگو. آریه کنگر را برو بالا ابوالفضل. پشمام بگی دیگه اینو. آها فهمیدم. You ain't gonna hold. خداحافظ. داداش برو پایین. داداش برو پایین یعنی چی این کارات مرد مومن؟ بگی جسی رنتایر. اسممون جسیه. Bad time for this thing to collapse. یه الان وقت بدیه برای خراب شدن این برج. ببخشید پل. برج چیه داداش؟ پله. آها خداحافظ. غیب شد. خداحافظ. خداحافظ. پدر سوخته. نه واسه. آها دیگه نداریم. پرتت میکنم پایین. بابا به دستای برو پایین. Bring it. در باغ دلم شاخ گلی. او مای گاد. داداش میخ رفته تو کلت هنوز زنده ای؟ نگاه چه میخ گنده ای رفته تو کلش. رو خود من چرا یادم میره خاخت چی و جا خالی بدم. اوه You're over pal. یه جورای حکم فینیشر خودمونو داشت میدونی. Great. More ticks. مورتکس. More money. مورمانی. سلام. به به ادگار اومد. بزن ایول. بابا یک دقیقه به من مجال بدید. وای خدایا. وای What the اصلا امکان نداره آدم اول بازی بخواد بمیره. خب میدونی مشکل از کجاست؟ شما وقتی لست و پاس بازی کنی بخوای بری رده دقیقا همین بلا سرت میاد. چه میدونم رزیدنت اویل بازی کنی بخوای بری چه میدونم جی تی ای همین بلا سرت میاد. من دیشب 5 ساعت داشتم گاداوار 3 بازی میکرد. دکمه ها رو اصلا یادم نمیاد. داداش این پدستگو میشه اینو بزن. میشه بابا
بچه بازی مگه اینج بابا همین الان یکیتون رو کشتم. من موندم تو تفنگ داری. تفنگ داری هیچ غلطی هم نمی کنی. ای وای ببین بچه دماغو بزن اونو دیگه. چه غلطی میکنی اون بالا 2 ساعت آخر. خوبه تفنگ هم داری حالا. برو پشمام. منم بابا این معلوم واسه اون بالا تفنگ داره. چه غلطی داره. هوا رو داره میزنه آقا. زمین رو داره. من نمیدونم مأموریت دزدی بهتر از این هم میشد. شما حتما لازم نبود که کل پلو بتره کنید اون یارو رو بگیرید. مثل آرتور یکی تو میمد وای میساد جلو قطار. آجی کابینا یکی به یکی داره میترکه. واو. Now that's what I call game changer. بیا پایین داداش. بیا پایین. اوه این چیه؟ خودش ترک. اشمو سلام فوره گزو. غلط کردم. خدا وکیلی یکی خداحافظی کن بابا. بکری که چی؟ همینه به خیلی ممنون. چی تابوت اینا؟ پشمام. یعنی این قطاره حکم نشکش آدم نبلسون. Let's dance. نیافتی پایین. خدافظ عمو جون. پشمام آجی پشمام. چه گیمیه. پشمام. خوبه نخور تو کلم. بچه خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. این بود یه لتس پلی از بازی اویل وست، ترکیبی از گاد آف وار و ردد. یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو هم لایک کنید، نظرتون هم توی کامنت ها بنویسید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی. پیس اوت.